ایران صورتی دل منو بردی، کشتی تو منو غممو نخوردی. نشون به اون نشون یادته، گل سرخی روی موهات نشوندی. گفتی من میرم الان زودی برمیگردم، گفتی من میام بعدن با تو همسر میگردم. ایران صورتی دل منو بردی، کشتی تو منو غممو نخوردی. چاکریم آقا چاکریم. بفرمایید. سلام علیکم. عرضم حضورتون که والا خداییش ما سخنرانی چی بلد نیستیم دیگه. حسب الامر حاج آقا گفت داری میری بیرون یه حالی به برادرها بده، چند دقیقه متصدی اوقاتون میشیم. عرضم حضورتون ما هرچی نشستیم با خودمون فکر کردیم، گفتیم چه نصیحتی به شما بکنیم. بعد دیدیم بابا نصیحت چی، کشک چی، پشم چی. شما ماشاءالله هزار ماشاءالله خودتون ختم همه حواسم شما ختم همه عالم هستید. حضرت عباسی نصف هوش شما تو اقتصاد بود، الان چین مستعمره ما بود. یعنی کدوم یکی از ماست که نفهمه خلاف عاقبت نداره؟ کیه که نفهمه زندگی آروم بهتره؟ فلذاست که این سوال پیش میاد آقا مرگ چیه؟ حاجی حال کردی فلزا؟ عباس خدا نکشته. بهش میگن تأثیر متقابل. آقا عرضم به حضورت ما به این نتیجه رسیدیم که سرنوشت هر کسی اون زمانی که بند نافشو ببرن چی؟ بسته میشه. عباس آقا بزرگی فرزند مرحوم حشمت. دست بزن دیگه تو. چشما کردیم تو بیابونای اطراف چسبلاخ تپه سفلا مثل کل میلولیدیم تو خودمون. آقامون کی بود؟ یه بازنشسته بدبخت که از مال دنیا یه سر کچل داشت، یه ناراحتی قلبی که اونم کله و مجمعین عیناً دایورت کرد، ارسیه گذاشت باز ما. تا هم میگفتیم پیش خدا بیامرز این کمربندش این شمشیر اینجوری میکشید بالا. فقط رفتار تو هم با خشونت داشت با ما، فقط عمل کرده ددمنشانه. چاکر حاجی، همین که حاجی گفت. رفیقمون حسین بابا که قبلا تو امریکا همه کاره بود، حضرت عباسی اگه ننه باباش تو کنیا مونده بودن یالا پرش داشت موز میفروخت اونجا. آقا مگه کنیا غیر موز چیزی داره؟ آقا عشان چرا راه دور میری شما؟ چرت نزن. غلامی بیدارش کن. بلند شو. اینا غلام ببین منم. بلند شو وایسا. این غلامو از بچگی میشناسیم. ننه‌اش خدا بیامرز رقیه خانم از زحمتکشای هموم محل بود. همین غلام اگر ننه‌اش کیم کارداشیان بود این بود، این قیافش بود؟ نه اصلا اینجا بود؟ نبود. آقا از قدیم گفتن مرغی که انجیر میخوره چی نوکش کجه. یعنی چی؟ یعنی که با توجه به امکاناتی که ما توش رشد کردیم اگر جایی غیر از اونجا سردم ببردیم مورد انجام. آقا در پایان به نمایندگی از همه بچه‌ای که دارن آزاد میشن هدایت می‌طلبیم از همه عزیزان که الله شادابان شرفت زن دکتر و خانواده‌های وابسته طرفان که ادارت داریم اساتید ما هستن، چهره‌های ماندگار اختلاس ما درس خدمتتون پس دادیم. ببخشید جناب آقای بیزه، شینجیم، هرخه، همه آقازاده، فرماندار، استاندار و هم پستاندار از همه حلالیت می‌طلبیم و آرزو میکنم که آچش الان تذکر دادن برادران زحمتکش قاچاقچی از قلم افتاده که بدین وسیله پوزش می‌کنن. و در آخر از مسئولین محترم آقا ما رو تا لغو امتیاز نکردن با اجازهتون مرخص میشیم. آقا حلال کنید.
سلام علیکم. نبودی؟ پسرقاله کجا بودی؟ روسیه گرفته بودیم رفتیم ژاپن. نقره بودا دیگه. ما رو می‌بردی برای حسابی. عبدالله جون شما سنگینی هواپیما چپ میکنه باز با قطار شما رو ببرن. وای کشتی‌های قاره‌پیما میتونه سنگین. سلام آقا. حالا یه جوری میرفتیم. سلام نقره خانم. این همونی که بهت میگفتم. اومدم بریم. مفهوم است. ولی به کارتون بیاد. بد نیست. کجا میری؟ خانم اوه حسن یکم زود نیست؟ خانم این از دستتون افتاد. ممنون. خواهش میکنم. آخه چه نازه. واسه خودتونه؟ بله قابل شما نداره. سلام آقا عبدالله. سلام دلا خانم. سلام خانم براده. خبر شما؟ دانشجوی موسیقی هم. خودم اینجا رو واسه نزدیک کردم. زنده باشم شما. بیازارم. با برکتی. ارزم بزرگتون. ولش راضی هستی نه اینجا نیستیم؟ بپرس آدم از در همسه. یا الله. بفرما. راست کارته. بی سر خر، بی سر صدا، بی برو بیا، الا چهارشنبه آخر هر ماه. چهارشنبه چه خبره؟ بزنه به کوبه. اونم چه بزنه به کوبی؟ یعنی چی؟ آقام خدا بیامرز میگفت اجنه میان هموما رو چی خلق میکنن باز خاطر عروسی. یحتمل صحبت ایشون هم همین قضیه. خدا بیامرز آقا تو. یه خشتم واسهتون برس نذاشت باز خاطر اینکه نداشت. باز خاطر اینکه نزول خوره دار نداره پیرمرد کشید بالا و یه ردبول هم روش. عکسش رو کنج دیوار دقش دادی حالا دعاش میکنی؟ آخرش هم پول منو نداد. ببندون حلقت رو عبا جهل. خیلی خوش رایحه ای رفتی واسه من اون بالا داری سخنرانی هم میکنی؟ جمع کردی مقدونی که میفرستم کاغاشو خودم بکنم مثل دست گل. به سری کچلش انگار نقش آفریقا جنوبی روشه. واقعا پدر مادر از اینجا را جمعش کن بابا سر درد سرانه نرف کن بینیم گذاشت 2 دقیقه با بابا اون خلوت کنیم. حاجی چی میگی؟ شورتم سکتی ننه میوه پیوه داری بذاری جلو مهمون؟ مهمون؟ کدوم مهمون؟ یه یارو کچل گمدوک اینو ابوالحال میمونه با یه یارو تیز و بوزه ریشوه. نکنه حسن عباس رو میگی؟ عباس و حسن کیه ننه؟ رفیقات دیگه. نکنه مادر اونا رو هم یادت نمیاد؟ نه ولی ماشینشون به نظر ماشین میرفتی تو ما اونا هم افتادن زنده 2 سال مونده تا بیام 2 سال دیگه نه و 2 ساعت دیگه از این باید خدا بیامرزه حاج آقاتونو. گهگاهی یه سری به ما میزد. عباس آقا یادش بخیر. اون روزا که عطا رو میبردین سر کار کلاشی، حقه بازی، کلا برداری، دل دزدی، یه کمک خرجی واسه ما میشد. الان 5 سال دست ما رو تو حنا گذاشتیم. مادر نکن. الان وقتی فهمید شما داریم میاین رفت همون یه دوش بگیره. ببینم ببخشید داشت خانم من حتی میدونست ما داریم میاییم. بله حتی میدونست از کدوم طرف میاین. ببخشید داشت خانم گرفتی ما رو شما؟ نه والا این چه حرفی میزنید؟ حتی از وقتی که از کم اومد بیرون یه جوری شده انگارا جلو همه چیزو میبینه. حتی یه چیزایی رو جلو میبینه؟ اصلا حتی یه جوری دیگه شده. احسن جن رفته توی از صبح تا شب نشسته تو بالکن زل زده تو کوچه
منتظر یه 206 حال بالویه. این هنو تو کفه. نه سلامت ها. چطوری دلاور؟ این چقدر دلم برای تنگ شده و مشتی؟ سنبول در اومد از همون. عباس آقا اینم حتی چاکر داشت عطا. نوکرتم. چطوری دادا؟ بهتری؟ نه عباس آقا شما بفرم من خودم درستش میکنم. چته تو؟ بگی بشین میبینم. بشین. نم کن. تو واقعا هیچ یادت نمیاد؟ منم حسن. چی؟ من تو عباس آقا خونه مجردی پرچم دشمن شورت ماست. عباس آقا یه چی یادت؟ نه چه؟ حسن نه این داره میبینه. حسن چون آقا اینجوری نمیشد یه مدتی. حسن باشه زنگ بدن کجا؟ اما حسن باشه. حسن فکرم یادش اومد. دکتر برقی سوسک پیفاف خورده. یعنی خاک تو سر جفتتون بکنم. چرا ببین عباس آقا شکی ازت کم به مخت فشار بیار. یادت میاد؟ فکر کن. هیچی؟ نه یادم نمیاد. این قره بزلو یادته؟ عباس آقا بهش درجه میداد. مور؟ آره یاد من؟ نه هیچ. اینم پاک جمشیدیه گرفتی. ببین من تو عباس آقا حاجی مورد چیه؟ کی به شما به ماشین پیاده شین؟ ها؟ اسمش چیه؟ اسم ندارم. وا مگه میشه؟ خب اسم بذار روش. چی مثلا؟ مثلا شلما. خوبه. یعنی هست یا مردونه؟ مردونه ندارن اینا که. چی نداری بالاخره این یا نره یا ماده دیگه. اینا دهنتون رو میبندین یا بیام جفت دهنتون رو لبن. عباس آقا بیدار شدین شما؟ چه شعور نداری نمیفهمی فردا باز بریم سر کار. کار؟ نه قار. مرد حسابی نهار مفت و شام مفت و جای مفت مال زندامون اینجا باز کار بکنیم. آقای حاج آقا خدا بخواد اینجا یارانه هست. ببند در یارانت رو.